تیمور خان همسایه واحد پایینی ماست، وضع مالی خیلی توپی هم داره، خیلی هم براش دلار میشن، اما جالب اینجاست که تا حالا فرصت نداده حتی یه لحظه هم صحبت بشیم. خلاصشو بگم دید و ندید میکنه و یه جورایی همه رو از بالا به پایین نگاه میکنه. اما این همه اون ماجرایی که من میخوام براتون بگم نیست. سلام حسن آقا. سلام مشقربون، خدا قوت. چه برقی انداختی کوچه رو؟ وظیفه‌مونه پسرم. اینم مشقربون محله ماست که قربونش برم انقدر گرم و صمیمی با هم برخورد میکنه که تمام روزمو قشنگ و پر انرژی میکنه. به شخصه اگه روزی برای زنده موندن محتاج همسایه پولدارم بشم، جارو زدن سنگ قبرم به دستان رفتگر محلمون به مراتب لذت بخشتر از نونیه که همسایه طبقه پایین بخواد بهم قرض بده تا زنده بمونم.